سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو دومین ویدیوی چنل من هست و من این چنل رو تازه زدم و تازه تأسیس شده و ازتون میخوام که منو حمایت و این ویدیو رو لایک کنید. اومدیم این ویدیو در این ویدیو چیکار کنیم؟ در این ویدیو قراره که بیایم سیزن 26 بازی، یعنی بعد این سیزن 25 فکر کنم 25 یا 26 بازی که بعد این 26 بازیه رو بهتون نشون بدیم که چجور سیزن بویاپسیه و این سیزن که خیلی سیزن خفنی بود و من واقعا خوشم اومد و بدون معطلی میریم ببینیمش. Let's go. خب بچه ها، این سیزن در این تایم میاد و بریم شروع کنیم. به نظرم سیزن خفنی میاد و بریم چی میشه. خب دخترونش که بدک نیست، خوبه. دخترانه که ما زیاد استفاده نمی‌کنیم پسرها و به نظر من به درد من نمیخوره، ولی دخترها چرا استفاده. لوت باکس رایگانشه که خوبه، میبینم باکس کاراکتر داره و یه بنر خوبیه خفنه و یک اسکین ماشین داره، وانته چی اینو داره و یه دونه لوت باکس داره، لوت باکس خفنه، انگار که دیجیتال توره و این سیزن یه دیجیتال توره. این اسکیت بورد بدکی هم نداره، خوبه. یک آواتار و اینم که اسکین اسنایپر پشت یخزنه و خوبه، خفنه. دو خط ریلود اسپید داره و موومنت اسپید هم یه خط داره، خوبه. یک داست داره، داست بدکی نیست و یه دونه هم بگ داره. این سیزن اینقدر که باید خفن باشه خفن نیست و زیاد خوشم نمیاد از این سیزن، ولی خب خفنه. این بوم بشه، بوم مکعب‌توری و بدکی نیست و خوبه. میرسیم به اسکین یخش که اسکین یخ خفنی داره، واقعا خفنه، متحرکه. از اسکین یخش واقعا خیلی خوشم اومد، خوب. و میرسیم به اسکین مردونه. اسکین مردونه من از شلوار کفشش زیاد خوشم نمیاد، ولی خب لباس ماسکه چرا خوشم میاد. خب این از این ویدیو. اگه دوست دارید ویدیوهای بیشتری بذارم حتما منو لایک و سابسکرایب کنید و تا یه ویدیوی بعدی خداحافظ.